تو این ویدیو میخوایم بهتون بگیم چه ظروفی رو داخل سرخ‌خونه بدون روغن میتونید استفاده کنید. سوال خیلی هست. بیا اسلاید بعد وایسا یادت نره این ویدیو رو برای دوستات بفرست که اونا هم بدونن چه ظروفی میتونن استفاده کنن. حالا بیا اسلاید بعدی. ظروف پلاستیکی داخل سرخ‌خونه بدون روغن ممنوعه و نمیتونید ازش استفاده کنید. خیلی از عزیزان میپرسن ظروف سیلیکونی با پلاستیکی فرق میکنه. ظروف سیلیکونی نسوز که داخل فر برای قالب‌های کیک میتونید استفاده کنید، داخل سرخ‌خونه بدون روغن هم میتونید ازش استفاده بکنید. سیلیکون هایی که داخل فر استفاده میشه با سیلیکون های ژله‌ای فرق میکنه که ضد حرارت هستن رو میتونید داخل دستگاه سرخ‌خونه بدون روغن استفاده کنید، اما ظروف پلاستیکی داخل سرخ‌خونه بدون روغن ممنوعه. بیا اسلاید بعدی. و اما ظروف فلزی قابلمه میتونیم استفاده کنیم، ظروف فلزی میتونیم استفاده کنیم، قالب کیک فلزی بله میتونید استفاده کنید. فقط خیلی حواستون باشه که دستگیره اکسسوری پایه پلاستیکی نداشته باشن. اگر میخواید داخل سرخ‌خونه بدون روغن از ظروف فلزی استفاده کنید میتونید استفاده کنید، فقط قطعات پلاستیکی نداشته باشه. یه نکته ریز که زمانی که دارید ظروف فلزی استفاده میکنید داخل سرخ‌خونه بدون روغن زیاد کف سرخ‌خونه تکون نخوره که ظرف اصلیتون رو خراب نکنه. و بیا اسلاید بعدی. و اما ظروف پیرکس، خیلی از عزیزان این سوال در مورد ظروف پیرکس پرسیده بودن. ظروف پیرکسی که بالای 200 درجه حرارت قابل تحمل هستن میتونید داخل دستگاه سرخ‌خونه بدون روغن استفاده کنید. همون ظروفی که داخل فر و ماکروفر استفاده میکنید و بالای 200 درجه حرارت رو تحمل میکنه میتونید استفاده کنید. خیلی این نکته توجه داشته باشید که ظروف فر و ماکروفر باشن و حرارت بالا رو بتونن تحمل کنن داخل دستگاه سرخ‌خونه بدون روغن میتونید ازشون استفاده کنید. بعضی از ظرف‌ها قابلیت استفاده رو ندارن و هیچ علامتی ندارن. حتما این نکته رو توجه کنید. همین الان این پست رو سیوش کن که بدونی چه ظرفی استفاده کنید. حتما برای دوستات بفرست چون خیلی این سوال از ما میپرسن. و نکته مهم خانه سرخ‌خونه ایران، خیلی دوستتون داریم.